تو این 1 دقیقه با ریحان میخوایم بریم سراغ اسکموی خوشمزه که تو این هوا خیلی میچسبه. خب اینا آلبالوهاییه که هستشون رو در آوردم. اینم آلویه که پوستشو کندم و خوردش کردم. یکم گلپر و نمک بهش اضافه میکنیم که طعمشو خیلی جذاب تر میکنه و 1 کوچولو هم آب. همین. اینا رو نیم ساعت میذاریم روی گاز تا آلبالوهامون نرم بشه. بعد با پشت قاشق یا هر وسیله‌ای که راحتین 1 کوچولو لهش میکنیم. خیلی هم نمیخوایم له بشه، در واقع باید تیکه‌های آلبالو توش مشخص باشه. بعدم میریزیمش توی قالب و میره توی فریزر. حتما هم نباید از این قالب بستنیا باشه. میتونیم بریزیمش توی همین لیوانای فلزی، چوبم حتی لازم نداره، میتونیم با قاشق بخوریمش. خلاصه که یه همچین پدیده‌ای رو بهمون میده و من در اینجا دیگه واقعا حرفی برای گفتن ندارم. خودتون درستش کنید ببینید چه چیزی میشه.